کردیم. نه برق داشت، نه آب داشت، نه گرما. هیچ لوازم خونه هم نداشت. خانواده‌مون یک قرون هم نداشت. مشکلاتمون هم یکی دوتا نبود. ما کشاورزی و هتلداری می‌کردیم. 14-15 سالگیم گیتار یاد گرفتم و برای سرگرمی مهمونای هتلمون گیتار می‌زدم و می‌خوندم. چه آهنگایی می‌خوندین؟ آهنگای باب دیلون مثلا و آهنگای محلی ایرلندی و اینجور چیزا. چی شد که از اون قلعه به این کاخ رسیدی؟ یک مرد با گیتار، تخیلی قوی و همتی آتشین. تو این مسیر کلی چاله است و من تو بیشترشون افتادم. ناوگان ماه و داستان‌های دیگر شامل 2 قسمته. ناوگان ماه در از داستان قدیمی انگلیسیه که در مدارس درس داده میشه و بر اساس اون کریستی بیگ قطعه بلندی رو اجرا کرده و ساخته و قسمت بعدی آلبوم 6 آهنگ الهام گرفته از شخصیت‌های هنری و تاریخی مثل اسکار وایلد و مونالیزا. آلبوم جدیدتون داستان جالبی داره، مثل یک موزیکال میمونه، تئاتر موزیکال. ناوگان ماه کتابی داستانیه که وقتی نوجوان بودم خوندمش. اول یک قطعه 25 دقیقه‌ای ازش ساختم، ولی بعد از اتمام کار 50 دقیقه شد که هم قصه گویی توش هست، هم معما، هم فراز و نشیب‌های ارکستری و هم موسیقی راک. هر کی شنیده خیلی خوشش اومده. بعضیا میگن مثل یه فیلمه و این درست همون چیزه که من توقعش رو داشتم. شما در معرفی آلبومتون نوشتین که آلبوم جدیدتون که بعضی از احساسات قویی که در این آلبوم هست تحت تاثیر اتفاقاتی بوده که دنبال کردین در انتخابات اخیر ایران. قضیه من و ایران برمیگرده به سالها قبل. میدونم که آهنگای من 30 سالی میشه که بین ایرانی‌ها محبوبیت پیدا کرده. اینو تازه 15 سال پیش فهمیدم. قبل از یکی از کنسرتام 2 تا جوان ایرانی اومدن پیشم و بهم گفتن که نمیدونی ایرانی‌ها چقدر عاشقتن. تو قهرمان مایی. اینجا بود که من و مدیرم همه نیرومونو گذاشتیم که برای کنسرت در ایران راهی باز کنیم. البته تجربه‌های شبیه به این هم داشتم. مثلا دوران آپارتاید، تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، برای مردم کنسرت دادم. من اصلاً طرفدار آپارتاید نیستم، فقط می‌خواستم که در اون جو صدا و حرف متفاوتی رو به گوش مردم برسونم. اما در مورد ایران من فقط می‌خواستم برای مردمش بخونم و تمام قوام گذاشتم تا مجوز رو بگیرم و گرفتمش. مجوز اولین کنسرت یک هنرمند پاپ غربی در ایران بعد از انقلاب. بازم میخوام تاکید کنم که نیتم غیر سیاسی و کاملا انسان دوستانه است. و بازم تاکید میکنم سفر من به ایران به دعوت هیچ مقام بلندپایه دولتی نبود. میدونم که عده‌ای معتقدن که من نباید میرفتم، ولی من از اون تیپ آدما نیستم که برم تو خیابون شعار بدم قیام کنید قیام کنید. اصلا اونجوری نیستم. اون کسایی که مخالف سفر من هستن عقیدهشون محترمه و متاسفم که باعث ناراحتیشون شدم، ولی نتیجه سفر من ارتباط نزدیکتر من با ایرانی‌های سراسر جهان شد و نتیجهش این شد که اینجا نشستم پیش شما. پس همچنین سفر اشتباهی نبوده. شما در کنفرانس مطبوعاتیتون تو ایران گفتین که ایران خیلی جای امنیت از آمریکا و بریتانیا امن‌تره، ولی بعضی از ایرانی‌ها اصلا با تو موافق نیستن. من منظورم تحلیل عمیق از زندگی روزمره در ایران نبود. منظور من احساس امنیت در کوچه و خیابون بود. اعتراف میکنم که ما فقط مهمون نوازی مردم رو دیدیم و در ناز و نعمت به سر بردیم. ولی الان خب دیدم فرق کرده. من موقعیت سیاسی کشور رو درک میکنم و اون نظری که دادم فقط در مورد رفتار مردم بود.
breaking my heart. I know what I must do. I hear my country call me, but I want to be with you. I'm taking my side. One of us will lose. Don't let go. I want to know that you will wait for me until the day. There's no borderline. No borderline. خیلی از طرفداراتون برای ما سوال فرستادن و یک دستچینی از این سوالا رو میخوام براتون بخونم چه جوابایی دارین آقای کریستی برگ. شما اگه در ایران متولد شده بودین هم همینقدر موفق میشدین؟ Interesting question. سوال جالبیه. احتمالاً همین جایی می بودم که الان هستم. اما سابقه هنری ممکن بود فرق کنه. مطمئناً کارم سخت‌تر میشد و احتمالاً مجبور میشدم کشور رو ترک کنم. نه لزوماً به خاطر قوانین، بلکه به خاطر اینکه مرکز صنعت موسیقی الان لس آنجلس و نیویورک و شهرهای غربیه. در مورد گروه آریان بگین، چطور باشون آشنا شدین و تصمیم گرفتین باشون آهنگ بخونین؟ وقتی گروه آریان با ما تماس گرفت، به نظرم اومد فرصت خیلی خوبیه که با ایرانی‌ها ارتباط برقرار کنم. من یه ترانه داشتم به اسم The Words I Love You. اونا فارسیشو خوندن و منم از این کار خیلی خوشم اومد. کجا ضبط کردین؟ ایران یا لندن؟ من قسمت خودم رو لندن ضبط کردم، اونا ایران. بعد اومدن اینجا ویدیو رو با هم ضبط کردیم. خیلی عالی شد. تصمیم نداریم با یه گروه دیگه یا خواننده دیگه ایرانی آهنگ اجرا کنیم؟ اگه پیش بیاد چرا که نه؟ چه اتفاق افتاد؟ اونجا کنسرت داشتین؟ نه، ایران کنسرت ندادیم. 3-4 روزی اونجا بودیم که شرایط ارزیابی کنیم، سالونا رو ببینیم. این یه روال عادی تدارکات برای کنسرت‌های خارج از کشورمونه. طرح کنسرت رو ریختیم، ولی با عوض شدن شرایط برنگشتیم که کنسرتی اجرا کنیم. چه چیزای جالبی تو ایران دیدین؟
During my visit with 4 other colleagues. تو اون سفرمون که با 4 تا از همکارام رفتیم ایران، بهم میگفتن که اگه تهران کنسرت بدم احتمالاً 1 میلیونی بلیت فروش میره. هر جا میرفتیم مردم با همون صمیمی، مؤدب و با احترام و مهربونی برخورد میکردن. رستوران که میرفتیم 100 نفر میریختن دورمون، ازمون تشکر میکردن که اومدیم ایران. عکس میگرفتن، احساس قشنگی بهمون دست میداد. دیگه رفتیم موزه ها رو دیدیم، رفتیم کاخ شاه سابق، فوق العاده بود. مثل این بود که برگشتیم به قدیما. اونجا توی کاخ یه فرش بزرگ دیدم. میدونی من خودم کلکسیون بزرگی از فرش‌های ایرانی دارم. فرش اصفهان، کاشان. اما اون فرش کاخ سعدآباد واقعا خارق العاده بود. بزرگتر از این سالن بود و با اون استادی بافته شده بود. عجب غذاهای عالی خوردیم. چه رستورانای خوبی اونجاست. سفرمون فوق العاده بود. فکر می‌کنی چرا این همه طرفدار توی ایران داری؟ باید از خودشون بپرسی، نمیدونم. شاید به خاطر قدمت فرهنگ و تاریخ ایرانه که یکی از قدیمی ترین فرهنگ‌های جهانه و من به این فرهنگ احترام میذارم. شاید هم به خاطر نوع موسیقی منه. به علاوه این که در ایران چقدر دخترای جوون زیبا و خوش سلیقه است. البته اگه بتونم از اینجور اظهار نظرها بکنم. یعنی ایران پر از بانوهای سرخپوشه؟ بانوی سرخپوش کی بوده؟ چون داستان شبیه داستان آهنگ شازده خانم در فرهنگ ما، آهنگای پاپ ماست که شک ایجاد کرده. خیلی فکر کردم برای پرنسس دایانا نوشته شده. بانوی سرخپوش میتونه هر زنی باشه. بیشتر مردا اصلا یادشون نمیاد که آخرین باری که با همسرشون یا با دوست دخترشون رفتن مهمونی چی تن اون زن بوده. به خودم گفتم نکته رمانتیک قضیه همینجاست. یعنی وقتی که مرد متوجه بی‌توجهیش میشه و به این نقطه ضعفش پی میبره که بیشتر وقتا حواسش نیست که چقدر زنش زیباست و در خلوت به پای زنش میفته و ازش عذر میخواد. این داستان این آهنگه. این بانوی سرخپوش همسر خودتونه؟ نه اصلا هیچ ربطی به همسرم نداره، ولی در بیت دومش یه خاطره تعریف کردم. خاطره لبخند همسرم که از اون ور یه اتاق شلوغ دل منو برد. اینو تو آهنگم خوندم. The lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, there's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly know. This beauty by my side, yeah, I'll never forget the way you look tonight, yeah. I never will forget the way you look tonight. Lady in red. عشق موضوع خیلی از آهنگاتونه. خودتون عشق رو چطوری می‌بینید؟ Love. Ooh, that's a compliment. عشق از اون ساله پیچیده است. هیچ وقت فکر نکنین که عشق مثل یک گیاهه که میشه کاشتش و ولش کرد و رفت. نه، عشق 24 ساعته احتیاج به نور و آب و مراقبت داره. ولی همیشه از این فراری بودم که منو به عنوان خواننده ترانه‌های عاشقانه بشناسن. چون اصلا اینطوری نیست.